با سلام خدمت شما. با قسمت 12 از سری دوم آموزش خط و زبان فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم روی چند تا فعل کار بکنیم و چند تا حرف جدید که قبلا با هم تمرین کردیم اما در جمله اونها رو یاد بگیریم. به دست من دقت کنید. این فعل نیست، مخالفش هست یا است. بود، مخالفش نبود. هست، بود در زمان گذشته. سخت یعنی مشکل. خوب، خوب. سگ، حرف گ. گفت در گذشته. رضا به من گفت در زمان گذشته. گل، گلخانه. میدونید که با ترکیب خانه برای مکان در فارسی میتونیم واژه‌های زیاد بسازیم. کتابخانه، گلخانه، نمازخانه. خاک، این ترکیب K و H اینجا میشه خ در این نوع نوشتن. گرفتن، فعل گرفتن، فعل دادن. من از علی کتاب گرفتم. علی به من کتاب داد. گرفتن از کسی، دادن به کسی. گرفتن، دادن. خب سعی کنید این واژه ها رو به فارسی بنویسید. ببینید، به دست من دقت کنید. نیست، مخالفش چی میشه؟ هست یا است. دقت کنید، اینجوری شروع میکنم. بود، نبود. سخت، سخت. گاهی اینو این شکلی می نویسم. دقت کنید. سخت. خوب، سگ. اگه یادتون باشه اینجا که با این سرکش تبدیل می شد به گ. سگ. گفت، ولی این رو نمیذاریم. گل، گل. در اصل این شکلی باید بنویسم ولی اینجوری هم می نویسیم. گل. گلخانه، گل خانه یعنی جایی که گل پرورش میدن. خاک، گرفتن از کسی. گرفتن که اینا همه رو پاک میکنم. دادن، دادن. خیلی ساده است. حالا چند تا جمله داریم. با من بخونید. من از دوستم کتاب گرفتم. گرفتن از کسی. من از دوستم کتاب گرفتم. من از دوستم کتاب گرفتم. هوا دیروز گرم بود. هوا دیروز گرم بود. ببینید، هوا دیروز گرم بود.
امروز شنبه است یا هست، فرقی نمیکنه. امروز شنبه است یا هست، فرقی نداره. امروز شنبه است یا هست، فرقی نمیکنه. سعی کنید با فعل‌های گرفتن، دادن، بود یا نبود، هست یا نیست جمله بسازید. در قسمت بعد با هم بیشتر تمرین میکنیم. شاد و سلامت باشید.